میگن از یه بسیجی پرسیدن که شغل چیه؟ گفت من زرشک پاک میکنم. گفتن تو آشپزخونه بسیج کار میکنی؟ گفت نه، هر جا یه جمله‌ای از امام و آقا، یعنی دجال جماران و سید علی روزخون رو دیوار نوشتن، ملت میان زیرش مینویسن زرشک، بعد ما میریم اون زرشکاری که نوشتن پاک میکنیم. خلاصه این زرشک پاک کردن یا در واقع شعار پاک کردن یکی از شغلای نون و آبدار برای بسیجی‌ها بوده و هست، چون همیشه این شعارها هست. اما اخیراً دوستان پیکشادی یه فیلمی از یک ابتکار جالب برامون پخش کردن که در نوع خودش به نظرم کم نظیر هست. بسیجی‌ها رفتن و شعار مرگ بر خامنه‌ای رو با رنگ سیاه پاک کردن، قشنگ زمینه رو ایجاد کردن. بعد دوستان ما رفتن رو همون رنگ سیاه، این بار با رنگ سفید، همون شعارها رو مجددا نوشتن، بیشترش هم کردن، طبعا برجسته‌تر هم شده. با هم تصویری رو ببینیم که مرگ بر خامنه‌ای پاک شده.